بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خداوند بخشنده و بخشاینده مهربان. من صفای فکوی عارفویچ، یعنی زاده سابق شهر اوراتیپا، حالیان سراوشم. من برای کار و بار و استعراضی فرزندم به جمهوری قزاقستان آمدم 2003. همینجا دیگر کار و فعالیت‌های زندگیم را در همینجا دارم. تقریبا میشد که 18 سال است که من در همینجا کار و فعالیت دارم. گرچند که از وطن خود دور باشم هم هیچگاه من از اخبار، از اون پیشرفت‌های تاجیکستان، از داخل تاجیکستان خبر نیستم، چون که من زاده این وطن هستم. مادر عزیز ما در همونجا است، وطن مادر ما هست که ما از اینجا هیچگاه به خبر نیستیم. من یک فرزندی تاجیک هم میدونم که تاجیک در یک مذهب اهل سنت و جماعت در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هستیم. در اسف شدید هستم که از همون خیش و تبار خود یک نفر هستن، همه همشهری ما میدونن این سید یونس استراوشنی که این پسری عمه هم میشن، پسری عمه خودم میشن، یعنی پسری خواهر کلانی پدری من میشن. و اون در اون چی رویه‌ای که مثلا همه ما و شما میدونیم این پنهان نیست که قم یا که ایران، خاصتا قم این یک تحصیلگاهی که است که مذهبی تشیع است که ما از این فرسخ‌ها دور هستیم. علاوه در این که اگر ما بغیر از شناسایی خرابتی که داریم، اگر ما واقعا آخرین مراتب روپرویی که شدیم با این عموبچه خود یاد ندارم، یا 2006 یا 2007 که در یک تحصیل تابستانه بود که همراه فرزندان تابستان رفته بودم، اونم در همونجا بود. تقریبا 2007 اگر خطا نکنم که در همونجا من خورده بودم. حتی اینکه در همونجا هم ما خواستیم که مثلا یا دیگر رو برای مثلا وای کوشش میکرد ما رو به فکر خود اصلاح کنه، یا که من حرکت میکنم. حتی اینکه هیچگاه بین من و این یک فکر که در یک عقیده که نیستیم این معلوم است. و آخرا در همین وقت و مهلتایی که در یک مصیبت عام، نه اینکه یک در تاجیکستان بلکه تمام بشر در روی زمین یک آفتی وبایی که به نام کرونا ویروس یا کووید 19 که این به هر این نام‌هایی که باشد، المهم این یک وبا است، وبای عام است که از جانب خداوند است که در همین مهلت، در همین وقتی وبا هر گروه‌ها، هر گروه‌هایی که مختلفی که مثلا احزابی است به غرض شخصی خود این را استفاده برده از این چیکار میکنن، استفاده میبرن. از فرصت استفاده برده من همچون باز یک نصیحت برای سید یونس استراوشنی، یعنی عموبچه خودم میگم، اون فکر و عقایدی که تشیع حزب مذهبی شیعی داری یا که در رسانه‌ها البته اینا پنهان میکنه، آشکارا نیست و اهداف‌های حزبی رو مثلا پیش میگیری و فتنه‌هایی که حزبی رو مثلا در رسانه‌های خود یا از طریق‌های سیتی‌ها که مثلا انتشار میشه، این من از جانب خودم مثلا میکنم که تو را یک فکر و اندیشه‌های با خوب بیایی آن عقیده‌های باطلی که تو چی متأثر شدی، از همه آن باید دست بکشی
تو هم که بیای میخوام که تو هم بیای پیش امه که مثلا مادری تو امه که من هستم که اینقدر پیر هستم تو میخوام که هر روز دارد مشرف شما بیایی تو اینکه از همین فتنه و خشکشه های حزبی و فتنگی و از همین ها شاکنی دست بکشید برای آنکه این یک روش نیست که مثلا بجای که خونده معلوم است از عقیده تو هیچ کس بخبر نیست این چیزی معلوم است افتاده رو با آدمون کشته نمیشه. المهم این یک خلاصه گپی من این است که از همین فتنه ها فتنه‌گرانی ها دست بکشیم.